چی میکنی؟ چی کنی؟ گله چی کنی؟ است پدر. بخی دیگه شلالالا. گو دختر خوش باش ولی از خدا. هی چی دختر ساده دارم. این دختر گوشت آوردیم. گوشت آوردیم. خیلی چی دیگه زیاد نیارم، خیلی کم بیارم. خب بان که ازش کم سیل بخورم خوبش که شروع چرب مزه‌دار پخته کو. مرچ پرتو گشنی چون پرتو خوب مزه‌دار. مادرت غریبی که گوشت براتون آورده. مادرم از بازار گوشت آورده. بله. بازارم در خود اولی موقعیت داره. درخت. چی میگی تو آرزو؟ صحیح گپ بزن. خب میگم مادرت غریبی که گوشت آورده خانه تان وی گوشت ما رو دوزی کردن. برو خوب شد که یک گوشت خوب بخوریم. بسیار. جام بگیریم سر که. تو گوشت نازک گوسالگه است. تو گوشت نازک گوسالگه است. می گوشت کابوس خیلی دیگه. ما تو خوبش که دیگه تو با. ایج مادرم یکم دلش پشت گوشت رفت باز رفت بر خود آورد گفت امیر پخته کنین بر چاشت. گوشت چی است؟ امیر والا من نمیفهم. ایج می گوشت من نمیشناسم گوشت چی است. مثل گوشت گوسفند وری معلوم میشه. همه ما و کرم شما. نه خدا باید نخواه. دوستی و خویشی ما را تا با آخر همه پاینده و با خیب داشته باشد. همیشه خوش باشیم. دیگه نمی بسیار کلام گیست و گفت از برای ما. همه یک چیز پدر هستم دیگه. پیشت می باشه دیگه. این حال که دادم یک احساس آمد، احساس تنهایی برام آمد، یعنی یک پدر تنها میشه. سخت است. مشکل است. این همون گوشتی که ما آوردیم. حتما اشتباه دیدی. حالا خب بعد از وقتا همین گوشت آورده باز او گوشت هم گوشتی که مثل ما آوردیم. او گوشت یک چیز فکر کن. خودت چی میکنی؟ نه کاری از اون تو بام خودش تو کنه سر تو نمیت درام میفهم مختار میشه باز همیشه بر تو کوت میکنه کلا رو میگه بیبرم تو کو چی کار داری در کارای از اون بیزی نه یک تو پیش ببین است هیچ خوبی رو نمیفهمه ولی چقدر خوبی که میفهمید که دخترش بفهمه نکو چطور شد که فهمیدی چطور شد که حالا وجه سر تمت که میفهمی او را چی میکنی یک گپ بگویم چی؟ امو گوشت که چاشت خوردیم نه؟ چی؟ امو گوشت که خوردیم امو از کجا شده؟ از کجا کردی؟ از کجا شد؟ او دختر تو از مرد شد سوال میکنی ولی نرفتم نخریدم صدایت نکرد ما میریم پشت گوشت تو وقتا پیاز نیاز شجور که گفتم یا نه دیدی که رفتم از سوی نجی گرفت آمدم خب خلاص گم از کجا کردم از کجا رفتم یاروزو مرا استاد که درست خون چادر تک میشتم خب میگه مادر دو رو دوزی که از خانه ما آورده او رو سلما خریده بود ما دوز هستم گفتمش اعصاب ما بیخی خراب کرد گفتم هر چی میگی بگو دیگه ما میگفت ما چون کباب میخوردیم تو میخوریم گفتم اگه ما دوزی میکنیم ما وقت میکردیم ما که غریب هستیم خیلی 1 کیلو گوشت هم خوردن نمیتونیم خدا میگه به میزنه میگه چطور شما نمیمان دارین دیگه چطور او رو خوردین باز ور خطا شد انگلیسی گپ میزنه که پشکا نفهمه این تو یک کترام مرزت باز تو خلاص نسای کردی
نه مقصد این دفعه زیاد اتی یک قفاق میزدی شک از خلمش تلیفون نشتا میشد. تو خودت چرا چوب گرفتی؟ چوب نگرفتم، خب گفتم این کار مادر نکردن نمیکنه. در دوزی کی سیر شده دیگه. میفتی مادر بخواه میفتی بگوره بیکفه نیست خخ میفتی داره پیسه ای هر زن سندش کلان باشه یکنه کوری کبوتی میداشته باشه خب میفتی با مادر پیرش سرسفید شده دلش شده بود رفتی در گوشت خریده و دید چی گپ است دوباره مبارم خیفه زن مامای تا بگویم که زن مامای چی میگه گپ ها چیست که مرا میگن دوز میکشه از همسایه بیخی قار ما وردی این دفعه دیگه بیخی که چیز نگفتی آرام شیشتی باز سرشانه خوب شد بس امکنال در خوب شد گوشکای دواز شد مغز دواز شد انال میفهمی که طرفداری از وا چه چقدر سخت از اینال ببین چقدر گپاشون بد تاثیر کرد نه من سالا تا نمیشنوم سالا گپ میشنوم ما خودت چوب گرفتیم تو با یک گپ چی رقم سر تاثیر کرد ای دختر ساده ما ای دختر ساده ما بسیار ساده دختر بودی اما وقتا میگفتم که طرفداری از اونا ما را نکو خیر ببینی آسنات جان کتا این رقم آشپزی خدا ما میگم خیرت بته نوش جانت شکم از هایی کو یک تکه گوشت پرست گوشت چوار خوردی حال قصهش حال میکنی بعد تو نگاهش کردیم برات یک دو روز زمین شکمم خب باشه گشنا نشم زده کده ما چیم که معجزه سر گوشت بود سر آشپزی تو بود همین رقم شروع ما هیچ نخورده بودم این مادرم آشپزی کرده بود مریم هم کرده بود ولی همه تو که این دفعه مزه داد هیچ وقتی رقم شروع نخورده بودم نوش جان بسیار مزه داد والا خیر ببینی همه تو نان همه تو شروع همه تو خوردن بسیار مزه داد والا فردی چرا؟ تو دقیقه دیو دقیقه چی آوردی؟ بخدا رقص کنم برات بازی کنم چپتا بخورم چی کنم که در دقیقیت تو رفت شا حالا بخی یگان جای آدم میره یگان چکر میره به خدا قسم از دخانه کم هزار ترق شو از جیب پر میشه یه گپا از جیب خالی خود نمیشه بیا که از جیب خالی ببر حالا 24 تا خطندی والایت هستی؟ اندیوال مفت مرا میبره مفت از سرش تیل موتورسیکل مفت کل چیز مفت نان خوردن مفت کل چیز مفت از سر پیسه که باشه ما پای من نمیمونه به خدا قسم از خانه در این حالت اتزار طرق میشم خوب صحیح دیگه هر دقیقه جنگ جنجال است یک دفعه آدم نمیفهم که در میخوانه گپ از گوی از جنگ است یعنی مادر ما یا نسوار شه که برسه یا اگه نسوار نرسه یک دونه انرژی که برش برسه دیگه آرامی و آرامی است هیچ گپ نیست دیگه تو هم از این رقم بدخلقی نکو خیر است حالا بدخلقی کی کردیم حالا من تو را چکر رو میبرم در روزش تفریح ها میبرم کالای خوبش هم برات میخرم همین هر چی که تو بگی میکنم در پلان داریم حالا مرا کار نگی حالا بان که دفعه نمید یه ذره کار بار سر بگیره حالا خود چی کردی راستی؟ رسونه احمق بگی که یک موتر بخر که تا می بگی چکر میگم پارت خدا که بری تیل میدش هم مفت سرندی والا جنگ است اون دختر پیش ما مرا نشرمان حالا چی کار بود که تو کردی یک شیر چای آورده نتونستی یک دیگه نکردی یک خوبی و آرامش به وار ندادی ما چی فکر میکنن؟ خیلی میکار است کار از من نخواهی چی قسم بیامیدم اونجا بشینم حال خلاص شدی از من قسمتمون بود آمدی خلاص چینی دادیم گل برد چه خوب یک خوشوی سابقه اگه مردقه خوب آدم نمیبود خوشوی که آمده کتش کمک میکنه خدایا دیوانه میکنی بازم اونمو حالتهای سابق از نری شاید دیوانه صحیح استعمال دیروز بهتم وضعیت خوب نبود یارو خود دیروز افتادم آنه نترسم خیلی باشیم خیلی بردم روی اولی بیش که اینجا چطور نشه خب روزا جلو همونجا بیشی بود برای اینجا یک خدمت شانه کوکو تو کتازو آینده داری که در یک روز نبره که در خانه ایتان آمدیم زنان خودیدی یه نمی قضا تا ببینن مرد نمیگه زنا مرد بزاش یاره چون این خانواده تست آخر اون روی پرده تست اون خانه و جای تست تو چرا از اون بیگانگی میکنی از خانه و جای دوری میکنی چرا این کار میکنی تو مرا نمیمانی ما چی گفتیم؟ آره یک دقیقه چی بود که میگه میاردی عزت مرام به جای میاردی ابروی مرام به جای میاردی اما تو شارم و زنان خیلی یک هم لبک و یکان داشتن خوب نبود خیلی رسیه زیاد تبریک باشه پرجان زنده باشی بابا جان پدر خیر شد نوبت تو بود باید بر تو میگرفتم من نگرد پدر زنده باشی سلامت من نگرد من خواستم مال من کجایی نمیرم جان پدر تو کشت به خدا خود دیگه در نمانزی امید من ماندی یعنی تو هم باید ضرور اونجا میبودی من دورتیش بالا میشم بالا نمیشم جان پدر خیر باشه توکل به خدا بخیر همه تو هم بچه میخورم بخیر
اونو بخیر دیگه شما پریز معامله تو بخیر جمع شود که از من هستم. سلامت باشی بچه ما. بخاطر که تو بسیار تنها بودی، هر قچاق تشویش استرس. بسیار دختر خوب است میرا جان، دختر خورد دختر نکردی مرسا برام. تو دی راستی دیدیش تو بسیار دختر خوب است. همین خود قد تعریف میکرد ازش قد چی میگه و جوانی چی میگه مقبولی چی راست میگه. راست میگه از من که من اگه جوان بیخی بیقرار تو یک روز ببینمش. از من که جوان است فکر چی کنید میگی دختر با نزاکت دختر آرام بسیار دختر خوب است. جان پدر چون خویا قبلا هم دیده بودنش باز دیگه آلی باز بخوری میرم اونجا که میبینیم دیگه حال نه رفتم مدام بخیر شروع شده. پناه بخورم میشه بخیر. بیبی چون بچه میده از امورا بیبی دیگه یک خودیدی که یک عادت چتی داره. از امورا گشت که من میرم باز چیز بیادرشم نه معلوم نیست کجا رفت. باز بیادرشم شلا که خیمام کتیشم میرم کتیش میرم یک جایی که تنها نمیمونم. خیلی دوی از بار رفتن از امورا دیگه ما گفتیم مامان باز دختر که بر خودت کرد خانه میشه یه ذره خفام شد افشانی از خاطر ما هم خدا بیام والله یک ذره بیبیت که همینجا دیدی یک ذره شما خوب شد موضوع پدر نگردید خون بود خب منتها ما گفتم باش که برای کلان از سج خاطر بچیم برده میشه دیگه اوج راضی جیگر با شکر که راضی شدم رایتان رفت کل گپ می بود تشویش ما از روز ما مرسالم گپ زدیم که هیچ رضا نمیشتم رای همین ما میذار جنجال کرده بود که دیگه نگیرین تو وقت از اون نیست دیگه از اون خاطر چیزا با شکر که رفت خیر در جنجال چیز نکرد نه اوجم گفت ما وقتش نبود دیگه چی نبود دختر این موضوع رو میاد که اونما دور برادر نیستن میگی نه مادر خوب هستن نه مادر خوب هستن خوب شد خیره شکر خدا کاردی تا چیزی گفتید که اینا تو فامیل دوست دشمن شناختید دوست دشمن بشناسید تا بالا نمی‌فهمید دوست کشید رسما نه سگ مادر سرسه بدی بیت دوزی کن مادرش ما دیگه هر کار که کنیم ما مادر مرد چی گفته مقصد دوست نیست دیگه او زبانش هم قدر چی از شور است میشه شکر دو تا بیادر جوان کاکا دارم میاره بر ما شما خودت که زناست خچیزا که میتونین خورده مثل مدت تا بیادر جوان خورده نمیتونین گوشت چی است هزارا گوشت دیگه میارم نمیاد بچه من خروارای کری کبوتی دارم پیش خود من کدام زن چی نیستم که دقیقش نباشم پیسه دارم با جوری خود با ناجوری خود با گور کفن خود من خود بیخی بیگور بی کفن هم نیستم گور چیز دستخانه نمیکنه خیلی یارزو بیخی دیگه در دورانی که پدر بود خروار که کار کرد پیسه چی شد کارش پیش خود نگاه کردیم آینده دارم پیری زیری دارم گردست بای نمانم من گوشت چیز هزارا رقم گوشت کیلو من میری هزار دفعه میرم میخرم خیلی کلش از بارا دوزی میکنم میخورم خواب دمی سرطان بگو شبکت خدا اون رفتن چی را خریدین و سرما تومت میکنین تو به خدایا میگه سلما سودا آورد کل چیز ماند و گوشت نیست گوشت پیشک برده در کجا تو که بند کردی گوشت نیست میگه ما توش کم سیده دوست نگی در شاخ درخت میگی بند میکنه ماشیم روز که تنها بند کرده بدهیم ماشیم چی بود خیلی ترجیح جایی که بند کنید دیگه بیزه پیشک میبره دیگه بر شما خدا میمونه میگه نبرده پیشک کی برده کی برده دیگه میگه شما امون روزی که ما گوشت خوردیم امون شما هم گوشت خوردیم خوب از بچیم که تو شاهد هستی نه سرجایت کردم که من میری پشت گوشت چیزی بود دستم نه من خودم میفهم از خطه گوشت اگر تو که دیگه کنارجی هم نهاد نشانی که باش که میاش پاک بخورم در کوچه بیاین که حلقم تازه شوه کمش گفتم با تو معروفم باش دخترمون یک کاشا بخوره خوازمو خود خیر از من یک دفعه میرم پیش زن مامت یک دفعه میرم اون مقصد غالمغال نکو دیگه اما تو دارم غالمغال نمیتونم یک دفعه میرم بچه که مشکو باش یک دفعه باش کال پایین در یوتون نسوزه گم مشکو بیز مطالی نمیتونم مقصد غالمغال نکو دیگه نمیتونم چه به خدا گرفتیم ما پشتیبانیشان نکردم بیخی دیگه تا پای ناخشم دیگه تحمل نداره بان برد بیه هرچی میگه یالا در گور قدم آرام زیر پای خود چقوریان بکنیم نمیشه اچه با مو چوکیه کجاست آرزو آرزو الله او دختر آرزو مانده شدم دلم برای خدای بچه مینی پرده رو هرچی میکنم قدم نمیرسه میزه که همون چوکیه که بود همون چه شد؟ با خدای بول کم تو پیسه کونه میده بس گپ دیگه چون دیگه وارد گپ زده تشون بتونی فکر کنم اینجا نچاله باز چی تو کنم مجبور باز سرگردان شما رو دبایل کم شد 10 دانه رو 20 دانه شده که خودش کونه و خراب شده کنم
نه خوب پیسه دارستی. من میگم که شما چقدر دماغ دارین این پیسه داریست. تایی میمون سک تو یک تا نمیده که بسیم میمانیسی میمانیسی اینو بیاید بهت خدا کنم کنم گرد نشد. تیل میلش هم مفت از جواب است سر رفیقان که همین بگم پر که برات پر میکنه تانکی بیخی رو با تنگ فقط آمده چکر من دست از همون همی هر دفعه که میرم جنگ است همی هر رقمی که میکنی همی حق تا بگی نمان حق ما خب بیز میگیرم میگم خواهی میره برازا شد بازور شد بگیریان شد بر چی که شد تو بخی بریم خانه که دواش پس خانم گپ زده میشه بخیم حالا آمدی تو اینجا یه شتیکش کردم نه یک جای میبری نه یک دیگه میکنی با خدا بیخی زاغ ترق شدیم میخونم چی میکنی؟ هیچ کارو نمیتونم کنم. تو مادرم؟ مامان رفت خانه زندگی. اینجا؟ مامان رفته. نه چی میکنه؟ میرم. اینجا فکر کرد. خدا خیرم پیش کنم باشه نه اینجا نمیکنم. خیلی چطور که رفته؟ برای چیز نگفت؟ خب گفت دیگه گفت که میرم اونجا ما گفتیم خب برو من خب مانه شما نمیتونم کنم. کار که دلش خب میکنه دیگه. سیس حالا قصه کو گپ بزن آدم آره که چی شد میگم خود که رفته رفته رفت خالی هم کتش رفته؟ تو صبر کو نه رفته که این میگه از چه خاطر رفته. خواه آرزو اون روز مرا استاد کرده بود نه؟ خواه گفتم این گوشت که شما خوردین او رو مادر دوزی کرده. چی آرزو؟ نه آرزو مرا استاد کرده بود اینجا دریا. نه تو خوارداری نه گناه بخیزم برم کل خانه رو دادگر کنم باز امی دلم در میگیره دلم حالا من میگم بانم زندگی تو خوب شود من میگم زندگی تو خراب شود حالا من این کار خاص کدام گپ و حضور و جبر خساری تو نکردیم خب قناعت دادم قناعت کردی حالا که کار شده دیگه قسمت تینیمی بود رفتی خراب شد دیگه تو مال مردم شدی چون میتونی این سوای نه عروسی میکنن میبرن تو تال نمیتن پیسه دارن زندگی دارن، ابرو دارن، قو دارن، قیل دارن ما تو چی داریم؟ و خدا از این غریبی گریزی آستین کونک هست نمید خانه ما برو زندگی یک تا که جوان هستی شکر یک روز زندگی تا پیش ببر تو دلت به دخترک نمیسوزه که تو کارها میکنی همون چی فکر میکنن همون رنگ میبرن میبینیدم بغل مندازه خود فقط فرمود اگه تو رویه بتی تو خوش باشی اما رویه میگیره بان که یک درس خدا بخونه بان که یک جای برسه تو رنو در زیر تهدید غم خودت او رو گور میکنی کار نکنه این دختر نه صاحب خدا خراب کن نه صاحب مرا خراب کن نه قجیرت خون کن خدا دوسته که در دو چی این یک روی شده این یکی کارات کنی این خرید شده برو بانش خیلی یادش نره خورم کجاست؟ چرا؟ مادر جان نماز میخونه با نظر چوش مادر؟ نماز میخونه ماما نماز میخونه؟ من میگم که نیست آمدیم از وقت کامل شما میپاره شکل نه نماز میخونه مادر جان این آمد این آمدی خور سلام علیکم خدا نکنه سلام علیکم چطور سپار صد خوب است شکر که خوب شدی شکر که حال جور شدی با خدا دیگه بیادر دیگه پیچکم است و مغست مریضیم نودوری خدا نکنه نه دوا را که میخورم بیادر جان سرکبانی قرار خواب میبرم نمود از خانه و در دیوار خودت بودی خدا نکنه مریض شدی اگر نه من گفتم خوارم سر کرد این پنانج با خدا مریض همونجا گفتم که از وقت قصه کردم گفت چطور من گفتم مریض بود اما راستی که پدر از دختر پرسان کرد کجا هستم چیه چطور آمدن من گفتم والا تو دفعتاً مریض شد دیگه با روبه جانم کتش همونجا در مریضیش محسوب شد خدا جون مرد نکنه شکر که بود و باید شکر بود خیلی بینم میگم معامله تو رو بسر مرد دیگه صدقه سرت چند ده بگه چاکلیت از بخی بیا الو مرد صدقه خدا نکنه شکر با دو بچه مقه خوش شدیم سر پدر زنده باشی خور نکنه اینا برکت سر تو باتیم برکت پیدا میکنم سلامت باشی خور زنده باشی دیگه شکر که امید بود امید کل کار رو میکنه امید کرد دیگه اگه همیم نه خیلی وقت آخر یک ذره که نتونستم صدقه سرت شم هم دایره داشتم داروسی دایره داشتم بده صدقه تو شو شکر کمی دخترم سلامت باشی شکر به دخترکتم دیگه این اونو باز چیز همونجا
زگایی خود نماینده من بود مقصد میگه شکر با دخترتان همه بس ارمان دلم بود که بیازرم زن بتم بیازرم در روزش باشه همه تا دل جمع بخیزم بیایم تخت و پس بشینم نکار کنم و نیبار بشینم نام ترم باتیم زن زیاد کدی برای با پدر خواهدی چاکلیت گرفتم برای تاز نقلای بادامی کلان میگم نام توی این خو یک توی کلان زنده باشی پرده زمستانی رو چرا بند میکنی؟ یک جولی بند میکنی؟ آلو دختر بینی چی سپس خانه یک دروازه دو دروازه سه دروازه کدام کس میخنده میکنه سر از چی پس پرده زمستانی؟ خیلی میبینی دم این دروازه بند شو بچه یک جولی بند میکنی؟ من رنگ پرده خانه بهمان میشه مادر خال تو بند کرده میتونی یا تو هم از من کرده بچه تو هم نمیتونی سلما رو صدا کن سلما بند نکن مادر تو باش سلما رو صدا کن سلما بله مادر آمده مادر جان یک صبر کن صبر میکنه بان تو بیا دختر بیا در گمش کو بیا پرده رو بند کن پرده زمستانی رو بچه مادر من میگم میره بند نکن سکو دروازه بند شه این دروازه ایسلام دروازه میم رو برو دروازه اوسو میرم دروازه مادر جان صدقه چه اونجا قد از دیام نمیرسه نمیرسه بند که دختر نمیرسه اونو پرده بند نکنه سعی خورم کجا بعد معلوم میشه ای خدا که میده نمیگه که بچه کی هستی خدا جان برم داده دیگه نمیگه که بچه کی هستی گپ از زدن از بگو تربیت داری نداری؟ نه بابا نزدم ما قال محمد باز بر مادرم گفتم وقتی که راهیم شد دیگه مانعش نشدم گفتم کی را گفته؟ مادر ما گفته گپا را؟ گفته او روز مادر نخریده گوشت یک روز کشی ما نداره نه خانه گفته اونمو روز که شما گوشت خوردین اونمو روز سلمان گوشت خریده بود گوشت ما رو پشک برد و چرا رقم میگه پشک است که ای جای مردار نشده ای چیز نشده و میفهم که مادر تو برده خجالت بکشین بگو یک ذره کلان آدم هستین درس خواندی تصویر کردی نمیگه پس خدای میال لگه نمیگه پشیدی من برم مویای ورز رو بکنم گپ زدن جای مادرت است کلان است و سن سالش است که پیچ صفحه دادم همه یک کارم میکنه بگو حول ولا قوت مثلا که این گوشت بالا یک روز خوشی را داشته باشیم یک روز گفتیم یک ذره بالی اگه دیگه بشینیم یک ذره نان بخوریم این درال است باز تو هم چیز گفتیش یا نه؟ آرزو رو گفتم نه دیگه چی بگوی آدم میگفتی خودت انداز هستی؟ نه خدا میگفتی سلما از کجا کدام بود گوشت؟ نگرفتم مادرم رفت نشانی عالی بگو شانسی بود که ما هر دو روز هر دیم ما یک جای گوشت پخته کرده بودیم خدا میفهمه تو گوشت آورده کچالو رو کدام جای بند کردی و گوشت گفته سلما بگو حالا چیز میکنی نه مادر من دید مرا گفت که من میرم پشت گوشت خب باز چند دقیقه بعدش اومد اون انرژیام بر خود خریده خلاص دیگه حالا گوشت از بین اولی گم میشه مادرم خو از بیرون میاد هیچ رقم شد امی هر چی شوال میای ما میگه امی کاراشون خوب نیست دیگه چقدر آدم صبر کنه چقدر با خدا بار دو میگه پس از مرض خبر کن باز من میفهم کار دور چی بگویم گفتم آدم هستی نیستی بوی گپا میزنی تو بگو فردین گفته از دم چشمم خدا نمیزنی یک تو خدا است خدایا شکر که گیر نامدم خدایا شکر که گیر نامدم خوب شد که تا هم یک ذره فهمیده که دیگه پشتی نکنی نه خوی گپش بد است دیگه امی هر کس باشه دیگه روز خوش ما را داد دیگر برابر میکنه یا با خدا نه کجا برد حالا بچه فشارم پایین بلو ای گلون مام درد گرفته چرا یک دفعه کجا؟ پیش زمان نه بچه‌م نرفتم چرا؟ پیش خود فکر کردم گفتم یا خب ما که غریب هستیم در نظرشان نمیاییم نشه کدام گپ دیگر سر ما تومت کنن از همون خاطر ایت نرفتم یکم فشارم پایان گفتم جپر نشم یه دقیقه دینیوای تازه 6 ماه سرم هم درد میکنه خیره بچه همین سیست
گمش کن یا بیز پشت ما بسیار گپ میده رنگم پریده کسی که پشت ما چقدر تومت کلان کرده گوشت میگه دوزی کردی سبا یک گپ دیگه شه یک گپ دیگه شه ما را قایم میگیره اما بهتر از که گفتم گمش که نرم همینجا میشینم فشارم بسیار بچه پایان است الله سرکم میکفه خیلی سلما درد گرفته بان بچه بان خب بخی بریم خانه بشیم خیره تو بریم جای درک خوب است اینجا یک ذره سرد است مادر جان زمستانی هست آره زمستانی باشه یا چی باشه خمیر رو بند کنی کالم همین برای رو برای داریم مادر شاو میخوزم که باز بستمش چی؟ او دختر رو شاو میخوزم شاو میخوزم رو برای همین آینه است که از خودم میترسم مادر بیارایشو مقبول استی مادر جان سعی کار بیایی که بستا کنیم بعد معلوم میشه از اینکه یک نفر می خانیم و بعد از اینکه یک جولی بند من بگی وردار خورم بعد یک جولی سبا میارم بند میکنیم میرم پیش خیاط میتونم بدوسه بیارم بند میکنم مادر یک جولی مخود میارم مادر خانه میذارم ما یک گپ میگم بیاز خبر میشی خوب است که زبان خودم بشنوی باز چی گلا باو دادی بچه ما رفتم پیش مریم گفتم چی بگی پیش مریم دیروز رفتم گفتم چرا گوشت منتظر کردی الله یک بینی ما بریده شد که گوشت گم شد دیگه بینی ما چرا بریده شد ما بینی از اون بریده شد گوشت منتظر کرد حالا بعد از بچه چرا با ما بعد از تو شرندوز شده هیچ گپ در دل از نمیمونه یعنی هر وقت دعوا زده این دختر عادت کرده نمیفهم چرا مادر یک کیلو گوشت خوردن دیگه من گفتم میمان دارین گفت نگفتم عجیب شده گوشت ناله چرا ببره اوی ما تو نگفتم که نری پیش مریم چقدر زحمت میکشی کار میکنی من گفتم خیره آخر بخورم صدقه سر شد یک گوشت چی میشد رسیده گفتم باز یک جنجال جور میشه آزو حالا چی همه خورد چی آب پشک خورد بعد پدر یک کیلو گوشت ناله چی متا داره که تو رفتی که بر از گفتی شرم نکنی کرد ما که چیز نخوردیم نه یا مادر یک رقم شده مادر سعید جانشان نشنه گپ کایت دل از این قرار میگیره میره میگه زود که یک نفر بگویم یک شهر پرت میجا نه یک شهر نمیندازیم چرا بخورم از خدا پس از دیگه خیلی دلم از این خانه سیاه کردی به خدا میرم که قرار پیش مسجد میکنم این دلم نمیشه به تو که میبینه مرحم میبرم خوش باش اقلا که مردم خوبی تو خوشی تو آینده داری سبا یک گپ تا نمیتنه که روی باز رنگ میبری خوشبخت باش که شان مذاق تو که تو خوشویش که تو واجی سای بابزا بودن چی یک آدمه به خدا چی یک آدم کریم اونور پدر گفته خدمتش تو یک کمی نکو خدا از دست میتی بیاد اینه چی جور کردی خدا سعی جنجاله که چقدر دوای و بلا در پس پیسه حالا که جور شوی میتونه بیخی بزرگ قرشگکا وری جور کردی خدا بیخی اصحاب برای بیخی آرام کردی بخورا اخیر اگه تو بگی اگر من میز خاطی دکتره کنه حال مقالم نمیکنم خواهد دو سعی که مادر من اینی رقم میرم پشت بخش خود یک حال رمضا باوی مقال داره برای که از جمع جور که خود دکتر بگم اساس این کس حال منم خراب نکن چی جور کردی خدا نا مادرم از در خانه که بیخی خسته شده باخته بیرون رفت کن ایده یک کمک تام توجه کن ولی بچه
سلامت باشی، خدای پاک خیر بتید. این دلتون درد نمیکنه که نمیکنه آرزو. کاش که مادر اجازه بگیره. اجازه نگیره. دختر نازم قدر فکر خانه. خیر جان مادر قربان چم داود تو هیچ کار نمیامدی، هیچ نمیگفتی. این دختر 24 ساعت شب به خانه است، کارخانه نمیکنه. خور خیر گفتم ببین آدم که من گریزگی برد خانه میکنه، ما خموجه خور خودتم است. خیرم یک لقمه ماسوناتم خوردم همین کتش خورد. خودم میکردیم روان میکردیم. چون اجازه نگرفت دوزی کرد. چقدر بد است دوزی کردن بده. خود باشه کلان. بیام بعد از که بی پاسپورت تا نبیتی. خوب کردم. هر دفعه برشیت میکرد مرد رو برشان میگفت. چی میگه؟ میگم گوشت مزدار بود، بدلت بود یا کمتر بود یا سرخیش زیاد بود. نگویی گپا رو نگویی نری دیگر دفعه. خب بانک خودش که این برشان بری نشده فضل خدا. چی رقم شدی تو دختر تو خوی رقم نبودی؟ شما خیلی دعوتین گپ بزنید دیگه ما برو. مادر بگو صد نمی‌شونه که گپ بکنه. هدیه که مثل خودش هر رقم اما مشکل ما گپ ما رو گوش میکنی یا نمیکنی؟ حالا ما چی کردیم؟ خب گفتم چرا گوشت دوزی کردیم؟ خوب کردی گفتی، خوب کردی که رفتی. اما از خاطر مریم میگم امو دختره خدا چقدر مایز شده باشه، چقدر شرمیده باشه، نباید از خاطر مریم خب بشم که مادرش دوزی کرده دیگه. آره قصر چی است؟ بیچاره چی؟ او کم میتونم چقدر خوب دختر هستمو. من رفتم یک دفعه گفتمش فامی. حالا او خود دختر از خیلی گوشت دوزی کنم؟ بسته خانه ما رو بخورم؟ نکردم مادرش دوزی کرده. هر رقم که باشه مغز ما رو خوردین دیگه چپ کنید. حالا مادر من چی گفتیم حقیقت گفتیم نه حقیقت دیگه از این خانه ما برایم خیبان بیاز ازمش برش مشکل است حرام است ما اجازه ندادیمش. آرزو جون صدقه چی هم برو سایستک برو خیره. باش که دیگه ببینم الله خدا آرزو تو چی شدی؟ بابا مغز سرم کتان گنده شد بیخی. یک روز خدا آرامی ندارم ایده ستان. روز تا سر صدا بیخی دیوانه شدیم. تو فکر کنی مادر حالا گپ با خودم آدم گفته نکنم. شاید انداز شده وقت رفته و مریم کل گپ گفته. این دختر ملامت نمیکنم بچه. یا نمیگه خب به خاطر از اینکه خورم زحمت میکشه میره روز خود گم میکنه زحمت میکشه یک چند روپا به دست میاره اونمو رو گوشت میاره چرا گم شوه. خب به این خاطر خوی قد سادگی کرده که رفته با دختر ازم گفته. نگو خیر حالا یک گوشت چی میشه؟ دست مادر چی گفتی؟ من پیشتر اینجا پیسه رو حساب داشتم رفتم از بانک پیسه گرفتم. خب باش حساب کردم نوش یک جای جدا کردم که بیارم پیشت نگاهش کنی. خب بیار خیلی بیار گمش که پیسه را دیگه ور داریم. هر بچه چی هست؟ پیسه چی؟ در کجا مانده بودی پیسه؟ مادر تو که صدا کردی خو اینجا من امور حساب داشتم اینجا ماندمش. آلیجه کس زیر توشک میمونه باز؟ انواری با چی خاطر است؟ مادر خود تو صدا کردی من گفتم کدام گپ؟ نه اینجا ماندم یادم است. حالا کمی جا مانده در کجا مانده؟ حالا جای پیسه است؟ چه مادر اینجا ماندم پیسه من گفتم. حالا من تنخواه رو رفته است پیسه را آورده نمیگه من در زیر توشک مانده. کس هم آرزو تو بگی خورم بپالم زیر توشک. همینجا ماندم تو ببین زیر توشک. من اینجا بتی ماما برو کار تکو برو. نه بچم نمیری تو برو این چیز روا خوب این چیز خوب است یخ است برم دلم زوف که پدرخانه نرم گرم زوف نکنم. برو تو مربان آرام خیره برو زود برو. خدا یا کالیا نبیاین زود پدرک مرگیر نبیاین برای خدا شرمندگی کجا بود. دیگه زنده باش شکر که خودت خوب شدی بخیر. الان خوب است بیاره جان تو خوبی حال مگم که وقتی که خبر شدم همین خوبی های تو این همی برای من بهترین چیز است. کمی دروازه باشد بخیر دیگه کرده. سلامت باشه زنده باشه شکر که زن بیادر دمرون استاده شد بیادر زاده هم تو دلکم خوش است دختر جوان گرفته خودت کو دیدیم دیگه بیا او خدمت شما را کنه خوار با خدمت شما بخیر بیا دروازه خالی تو باشه بیادر جان پشت من آید مادر گوشه که بس میکنم لگک خوار بسیار زمان تو در شکر که دروازه شد بیادر زاده مجبور یک لیست نوشته کنیم طورس که اینا رو باز همین باز ما باز مرسال باز بیریم مش یک تا پیدا میکنیم کل سال دارسی تیشه و خرابه جان چی گفتم قنالی که میمه مایی شینا میتونم
چیکار داره همه جان تر تازه هستی آرتی پدر خب بخیر میبینیم اینا نوبت همین است الو نه نوبت با امید آرستی خود رو مردم سعی بزرگ خیلی باشه بچه میکنم نه دخترت هست دیگه این هم بچه من هستم دخترم من هستم تمام چیزم خودت اولادم بچه من هستی دوباره که بچه داشته باشیم سر تو هم هزار باشه تو بیادر داشته باشیم شویه چی کنم شکر داری کلتان کوکی فکر کنم نمیگه در کمی گوشت تو کجاست یک بار گوشت در انداختی فکرم در جا پیسه از همه جا مندم من رفت کدی مریم جمع کدام پیسه در کجا مندی مفتر ازم امروز پیسه رو پیدا دو دختری نمی انواری به خاطر چی شد تو مادر پیسه حساب داشتیم دو صدا کردی خواهمدم دوید خویش رو در دست من میدادی نیست مادر نیست این از بندل کشم داشتکش از خودش نیست آل خود چرا در انواری نماندی چرا بر من ندادی چرا بر من ندادی مادر خود صدا کردی خونجا باندم گفتم مطمئن نیستم اینجا ماندی فکر کن کجا موندی سلما فکر چه کار دو دقیقه پیش نیست خب میبینی میشه شتم به حساب داشتیم از این دوشک موندم این در خانه من چی دیواله موندم چی فکر کردی خب میبینی میشه موندم شاید فکر خراب شده باشه همین چند بود پیسه مادر تو بخیر جون نه مادر بخیر خلاص مادر بخیر باید از این کنم فرش مرش نمونده باشی سعی گذیره فرش سعی زود کن چرا که گم سست سلما پیسه تو گم میکنی گوشت تو گم میکنی تو گم سستم گفتم نمیشه موندم یاد از کسایی حالا چند گرفته بودی تنفاره مادر 30,000 روپیه بود از بانک گرفته کل پیسه جمع کردگی رو کشیده بودم تو بیاد نه مونده بارس رو میبینه میشه زیر توشک مونده خیلی نیست از زیر توشک نیست حالا سم زیر توشک ها رو بپالید بچه ممنون جاری یک رو بپال که بیبی که مادر دیدم نیست سعی پیسه خمالو میشوند از این یک دونه است مادر رو لیخو کم بود 30,000 روپیه بود یک دونه خو مادر همین دوزی نکرده باشه امیر دیگه قرار نیست در خانه مادر ایدم امیر جناب نداشت که گوشت رو ببر در گوشت بگرد مسئله 30,000 روپیه چه چیزه دفتر دروازه قفل کرده بودی نه اون دروازه موازه امیر دوزی دروازه نیمکشک و نوازه دروازه قفل کرده مادر چی بود هر گفت شما سر امیر مندازیم گفتم پیسه امیر سر من هرچیشون دوزی میگرد امیر دیگه قرار در خانه مادر هفته که بیه پیسه دوزی خرم خیلی شد خیلی گرفت امیر چه هست دیگه شمسایی کدام خیلی گرفت مادرم گرفت خیلی گرفتم خیلی گرفت آرزو گپ نزن پیسه رو بپال چه قسم بپال کجایش پاله زمین چاک شد تو نمیجا ماندم گفتم این نمیجا ماندم خوب سعی یادم است نمیجا کلش ماندم خیلی چه شد نمیجا بی طرفی تو با دختر تو شکل پیسه دیگه نگاه کن کلی نگم نکنی من با من مادر کم پیسه نبود چی شد خودان پیسه کلش نگاه کردم خب گفتم نیجی امید قوری یادم است که نیجا ماندم کل پیسه را کلی کار تا نه بده پیسه خدا جرات نداره که داخل خانه داره تو صدا کردی جرات نداشتم پس گوشت نبردم این برد پیسه رو من این بردم من مطمئن هستم پیسه او دختر امین برده رقم نه من سرش نمو شک دارم منمو برده بریم ازش بگیریم او دختر خالمو رو برای من میآوردی میدادی صدقه چاو بچه بریم ازش بگیریم امین گرفتم رقمش که تو بیاد کنم والا نپس پیسه سلما دختر بیارم تو بخی گوبش کنم زیادی آخو من در بدر شدم بیخی من نمیفهم چه رقم روزه او دختر بخی گوبش که بالا نپس پیسه بانشی نمیداری که باز یک دو کیلو گوشت بخرم بخورم والا نظری هم گمش کن لیوان ها نگه که دخترم بسر نیست که به خالی نکنه کل پیسه را دید نکنه گوشت رو سرش قایم کنم این آمد تو دوزش کن اینجا بانشه این نگه خلاص بیخم پیشی قرار یک مزید و تی چاکلیت خدا داده با خدا سلما جان سلما دخترم بخیزاری من تو بیار خیکه بیار کم دروش دی بخی سلما جان سلما دخترم سلما رسش کن سلما جان دخترم بخی تو بچه تو بخی بالا دا پس پیسه بخی که تو جور باشی برام تو بخی سلما دیگه من زار طرق نکن سلما بالا دا پس پیسه خدا جور باشی
خدا نظر کشنگشون پیسر نمیمونه. من دست پایم رفتم مادر. تو بخیر دخترم خدا قرآن میزنه با تکسره. این تشویش پیسر رو نکن. با تشویش میسازه ما رو جگر خون میکنه دختر. سلما بخیر. بگیر کم بخور. بخیر قطعا بخور. همین خوب است شاپیره جان با مثل خوار کلان وارسی بر تو زرانه میگم خیر یک جایی که پیدا کنی جریلا کجا برم هر جایی که میری اون خانه باید پیدا کنی دیگه نمیشه با خدا مشکل سر می سایکو وقت پیسه را آوردم در اسکالم بود پیشتر آوردم از اسکالم کشیدم گفتم بیا که میره حساب کنم بگیرم با مادرم بدم که ور داره حساب کنم 30,000 روپیه ماندم کونه و نوش او طرف کردم گفتم نوش نگاه میکنیم کونهش استفاده میکنیم یک دست مادرم سر میخواستی گور کنی اون منتها همه قمی کنیم که این از نمی کلانای چند نفره که بخیر خبر میکنیم یک معاملگات میگیرم که تخیر دیگه بخیر جمعش میکنم به خاطر از اینکه باز چی در سین معامله باز معامله او باید بخیر پیش روی داره تو نمیشه که دیگه کلش آری بچه رو ما گفتم شما اونجا خیلی مکیرم آسونا تو رو خوب نداره 100% هم میگرتم تو که گوشت آسونا در خانه با یک روپیه دوستی نمیکرد دل مام دارم بیا دیگه سلما بیا بس دیگه برو باید تو باید جلو کو ارزش دروازه باز کردن نداری باشه تو رفتم بعد نمیشه اینجا خود تفسیر بگی همین کار کنم تو قربان شو